جهانگیر عسکری دوست داشتنی با ماست دیگه، نیاز به تعریف و تمجید نداره، همیشه با ما بوده، میاد بازی‌ها رو و امروز هم که اومد خدا شکر قدمت هم ساخته. این چند تا بازی که همه رو اومدی آقای عسکری خداییش ما خوب بردیم. آقا دم شما گرم، بگید حستون از پایان بازی چطور؟ به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. خب همونجوری که میدونید من اکثر بازی‌های داماشو چه موقعی که بازی میکردم چه الان که مربیم برام فرق نمیکنه، چون تو هر سمتی باشم تو هر جایگاهی باشم داماش برای من اولویته. واقعا این تیم دوست دارم، این شهر دوست دارم و هر کجا باشم و بتونم حتما بیام بازیاشون نگاه میکنم. آقا دم شما گرم. بازی برگشت اهواز میاد بازم با ما یا نه؟ خیلی احتمالش زیاده، چون من میرم شهرستان، اینجا هم خب خونه ما تا اهواز فکر کنم یه 3 ساعتی باشه و احتمال خیلی زیاد بازم میام اونجا، چون من این هوادارا رو دوست دارم، این تیم رو دوست دارم و واقعا حیفه این تیم نباید اینجا باشه. این تیم باید لیگ برتر باشه با این پتانسیلی که داره، با این هوادارایی که داره. انشالله که بازی برگشتم ضمن احترامی که برای تیم فولاد نوین قائلم، دوست خوبم آقای حسن نوری سرمربی این تیم با کیفیت، انشالله که بتونه تیم داماش تو بازی برگشتم نتیجه بگیره و اینکه صعود کنه به لیگ یک که کمترین حقش. ممنون آقای عسکری.